به نام خدایی که بخشنده است، توانا و دانا و سازنده است. دوستان گرامی، اجابت دعا با رمضان دو عطای با هم قرینند. خداوند در سوره بقره در مورد فرض بودن روزه‌داری در ماه رمضان یک چند آیت ها نازل نموده احکام این عبادت بزرگ را بیان کرده است. پیش از آن که خداوند بقیه احکام روزه را در آیت های بعدی بیان نماید، ما را به عالم دیگری راهنمایی کرده است. عالمی که روح و روان آنجا آرامش می‌یابد، آب می‌خورد و غذای خود را پیدا می‌کند. لذت و خوشی این عالم را تنها کسانی می‌توانند احساس نمایند که از چشمه زلال معرفت خداوندی چشیده باشند. اگر مبادا به سر انسان مشکلی بار شود، یقیناً غمگین و محزون می‌گردد. در حیرت می‌شود و به کی مراجعت کردنش را نمی‌داند. در این حالت اگر یکی از رفیقان وفادار نیک سریشتش نزد او آمده گوید: دوستم، غمگین مشو، من پهلوی تو هستم، تمام دارایی من قربان جان تو، من تو را از این مشکلی رها خواهم کرد. تصور کنید چقدر این انسان شاد می شود، روحش بالیده گشته، قلبش تسکین می یابد. این حرف ها قلب او را تا حد آرام می کنند. ولی اگر وقتا عمیق‌تر فکر کنند، در می یابد که در نزدش یک انسان مثل خودش ایستاده است. شاید گفته هایش عملی شوند و شاید نه. اینجا درک می کند که برای خود می باید مشکل کشای داشته باشد که توان فوق‌العاده را دارا باشد و پیش اراده او را هیچ چیز و یا هیچ کسی مانع نشود. دوستان گرامی، اینجا یک لحظه تصور نمایید. من و شما بنده ها را خداوند وعده داده ایستاده است که همیشه همراهمان است. خداوندی که قادر و توانا، رحیم و لطیف است و همه گنج های زمین و آسمان ها در دست اوست. بیایید با هم آیه 186 سوره مبارکه بقره را بنگریم. آیه‌ای که خداوند در آن بندگانش را وعده با کرم داده فرموده است: و چون بندگانم از تو ای پیامبر درباره من پرسند، بگو براستی که من به آنها نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم. پس آنان باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند، باشد که به رستگاری برسند. این مهربانی را بنگرید، این لطف و مرحمت را ببینید، این بخشایش و کرم را تصور نمایید. نگفته است که ای پیامبرم با آنها بگو که من نزدیکم، بلکه بی فاصله گفته است من نزدیکم. نگفته است که دعاها را میشنوم، بلکه گفته است دعای آنها را اجابت میکنم. این عجب آیت است، این عجب دوای برای روح و روان است. آیت است که بر وجود مؤمن دریای از آرامش میریزد، باران از انس و یقین میبارد. پس از این وعده نیک و بزرگ، الله تعالی بندگانش را سوی ایمان میخواند، بر رستگاری راهنمایی میکند. خدایا، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی و تو سزاوار ثنایی.